شام 8 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و پسر کلونیش رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی در مرکز پایتخت در یک مراسم متنطن میدان استقلال و مجمع معماری رمز استقلال را افتتاح کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت 121 متر بلندی مجمع استقلال رمزی بوده، 30 متر قسم پایانی مجمع رمز 30 سالگی استقلال دولتی و قسمت بالایی 91 متر مضمون در سال 1991 عصر گذشته به دست آوردن استقلال را افاده می کند. مساحت عمومی مجمع رمز استقلال 11900 متر مربع را در بر گرفته، میدان زیر ساختمان 4761 متر مربع می باشد. مجمع میدان استقلال از بخش‌های علاوه عبارت بوده. رمز استقلال در مرکز باغ بنا آرا یافته و اطراف آن را 14 دیوارنگاره اندازه 9 بر 5 از 20 متر احاطه نمودند. در این 14 دیوارنگاره تاریخ زیاده از 6000 ساله خلق تاجیک وابسته به مرحله‌های تاریخی با عکس و رمزها تحت عنوان‌های گوناگون تصویر یافته است. آشیانه یکم مجمع استقلال از 7 تالار کشاد و برهوای نمایشگاه، قبول میمانان اول قدر و تالار سینمای 5D با 12 جای نشست عبارت بوده. در آشیانه دوم آثارخانه تاریخ شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است. آثارخانه از گالری و تخت تاجیکان عبارت بوده. در آن اساساً بازیافت‌های آرکئولوژی که در حدود شهر دوشنبه یافتند جمع آورده شده است. یکی از جایهای جالب مجمع رمز استقلال میدان تماشای آن می باشد. آن در آشیانه 14 در بلندی 94 متر جایگیر شده است. میدان تماشا دایره شکل بوده، دارای 4 دوربین کلان حجم تلسکوپ می باشد. مساحت عمومی میدان استقلال 30 گکتار بوده. 2/7 گکتارش را مکان برگزاری چهاربینی‌های سیاسی فرنگی تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در میدان استقلال بیش از 200 نفر از شهروندان اکثرا زنان با جای کار تامین گردیدند. بعد افتتاح میدان استقلال و مجمع رمز استقلال امامعلی رحمان در نزد حاضرین سخنرانی کرد و سپس هنرنمایی استادان صنعت تاجیک و راهپیمایی‌ها با اشتراک بیش از 30000 نفر دایر شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت در چهاربینی با شکوه ایدانه از جانب اهل هنر سرودهای ترنم کننده زیبایی‌های دیار باستانی، شکوه و شهامت وطن عزیز، دستاوردهای استقلالیت دولتی پیشکش کرده شد.